پرطرفدارترین شیرینی عید یعنی شیرینی نخودچی با یه دستور عالی که خیلی نرم و لطیفه و تو دهن آب میشه. درست کردنش هم که خیلی آسونه. 170 گرم روغن جامد، 170 گرم پودر قند و یه قاشق چایخوری پودر هل رو هم بزنید تا اینجوری حالت کرمی پیدا کنه. بعد 400 گرم آرد نخودچی رو تا 2 مرحله روش الک کنید. با دست خمیر رو جمع کنید و بعد بین 2 تا کاغذ روغنی به ضخامت 1 سانتی متر پهنش کنید. اگه دوست داشتید روش پودر پسته بپاشید، بعد کاتر رو توی آرد قنادی بزنید و خمیر رو برش بدید. همینطور که میبینید من از سریزن استفاده کردم، هم به کارم خیلی سرعت داده، همین که شیرینی ها همشون یک دست و منظم هستن. این سریزن رو در طرح‌های مختلف میتونید از لوازم قنادی نشاط که آیدیش رو توی کپشن گذاشتم تهیه کنید. توی فر 160 درجه 1 رو بذارید شیرینی ها بپزه. بعد از اینکه کامل خنک شد برش دارید. نوش جان.